درآمد یوتیوب تو ایران چجوری واریز میشه؟ ممنون میشم پیجمو ساب کنی یا برام کامنت بذار یا پستمو لایک کنی. ما زمانی که یه ویدیو رو آپلود میکنید یوتیوب میاد روی اون یه تبلیغی میذاره، از تبلیغ کننده پول میگیره. 55% این پول مال مالک چنله، ولی این درآمد مستقیم به حساب اون شخص واریز نمیشه. این پولا میریزه به حساب گوگل یا همون گوگل ادسنس. از اونجایی که ما تو ایران هستیم متاسفانه نمیتونیم این حسابو باز کنیم. برای انجام این کار 2 راه داریم. اولیش اینه که شما یه حساب شخصی داشته باشین که بتونین متصلش کنین به گوگل ادسنس و درآمدتو دریافت کنین. منتها 10 الی 25% این درآمد که بستگی داره به اون کشوری که داری داخلش زندگی میکنی ازش به عنوان مالیات کسر میشه. مورد دوم اینه که یه سری شرکت‌های واسطه هستن به نام MCN که یه درصدی از درآمدت رو برمیدارن و مابقیش رو برات واریز میکنن. فقط اگه بخوای از طریق این شرکت ها اقدام کنی 20 الی 35% درآمدت کسر میشه و مابقیش برات واریز میشه.